2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. امشب چه شب آرومیه. بعد دیشب مگه نه؟ شب سختی بود، اما میدونی دلتنگ دنیز شدم. میخوای بگیم بیاد باز بیخواب بمونیم؟ نه اینجوری هم خیلی آرامش داریم. خوب کاری کردیم که این مادر و دختر رو به هم رسوندیم. حاضران ما تازه شروع میکنیم. خدا میدونه دویگون سر چند نفر همچین بلایی آورده. شاید نتونیم به همشون کمک کنیم، اما باید امتحان کنیم. من خودم رو مقصر حس میکنم. به اهل جزیره بدهکارم. اون زندگی همه رو خراب کرد. غیر مستقیمم که باشه من مسبب این کارم. حنیفه و بچه‌شم دیگه خونه ای ندارن. پویراز میخوام براشون یه کاری بکنم. حاضران مجبور نیستی که احساس گناه داشته باشی. با اینکه اون همه بدی شد، بازم ما وسط اون همه بدی این همه خوبی کردیم. تازه قراره با هم جزیره رو نجات بدیم. با هم؟ اصلا به این موضوع فکر کردی؟ اگه آشنا نمی شدیم چطور می شد؟ نمیدونم، اما فقط یه چیزو میدونم. بازم عاشقت می شدم. شنیدی مادر بچه پیدا شده اهل جزیره است؟ همینجا. میدونی مادر بچه‌ای که گذاشته بودن هتل برگشته؟ میدونستی؟ اون بچه‌ای که رهاش کرده بودن یادته؟ مادرش پیدا شده، برگشته بچه رو پس گرفته، اما نگو زنه اصلا خونه و زندگی نداره. دخترم تو برو، نگران نباش، مراقب بشم. عزیزه دلم، عزیزم. حالا عالیه را اذیت نکنی. خب برو دیگه. خب مامانیش، بای بای. ببین دخترم، تو برو نگران نباش عزیزم. بیا بیا بیا، ببین نگاه کن، گریه نکن عزیزم.
زینب. بله. تو اینجا بودی؟ آره. اینجا چیکار میکنی؟ یالا برو بخواب ببینم، من اینا رو انجام میدم. بسته دیگه، چقدر بشینم؟ زخم بستر گرفتم، خسته شدم، برو کنار. نه خیر، اصلا نمیشه، برو استراحت کن. تو رو خدا من انجام میدم دیگه، قربونت برم. بروی چشم فرماندار، ولی فقط امروزو. اوه دارن در میزنن. یالا تو بشین، من میرم در وا کنم. برو بینم. گیر داده. بشین، خسته شدم. بفرمایید. آقای شهردار ببخشید، این مدارک کارشون خیلی فوری بود. گفتم شاید نتونید بیاید، آوردم اینجا که بتونید بررسیش کنید. نه عزیزم، بده ببینم مدارک چیه. من اینو امضا میکنم و میام. خب نگاش کن، بیرون شهرداره اما تو خونه داره خونه داری میکنه. آره راست میگی، خیلی عجیبه. آره خیلی عجیبه، مگه مردم تو خونه کار میکنه؟ باور کن اگه یکی غیر از ما میدید پاک آبروش میرفت جون تو. این مدارکو بگیرید. این حرف زن و مردم دیگه به زبان خودتون نیارید. اول انسان باشید. اگرم نمیتونید انسان باشید دیگه نبیاین دفتر من، نبیاین در خونه من. یالا برید ببینم. ریختتون رو نبید. خداحافظ. بهت افتخار میکنم. میدونم میخوای بهم کمک کنی، ولی اینو فراموش نکن، جزیرم بهت نیاز داره. نمیخوام فرمانداری رو به خاطر من پشت گوش بندازی. باشه؟ عزیزم همه چی اونجاییه که باید باشه عزیزم. یعنی چی جایی که باید باشه فاتح؟ من دیگه حتی نمیتونم جورابامو پیدا کنم. بس دیگه، جای وسایل این خونه رو عوض نکن. من از به هم ریختگی خوشم نمیاد سلما جون. باز همه چی یه نظمی داشته باشه، نباید یه جای دیگه باشه که اون موقع مشکلی هم پیش نمیاد دیگه. بس دیگه، بسه. صبح جدا شب جدا. مگه من همین دیروز بهتون نگفتم تو این خونه دعوا نمیخوام؟ گفتم یا نگفتم؟ چون اگه اینجوری ادامه پیدا کنه من از این خونه میرم. شما ازدواج چی فرض کردین هان؟ فکر کردین بچه بازیه؟ بسته تو رو خدا، بسته. مگه بچه این؟ بچه حق داره. البته که حق داره. انگار اون بالغ و ما بچه ایم. حداقل پیش اون یکم بیشتر دقت کنیم. من هر کاری حد دستم بر بیاد انجام میدم، ولی اصلا اینجوری به نظر نمیاد. بازم دعوا نکنیم، من میرم. فاتح وایسا، صبر کن. از صبح تا شام دعوا. فاتح حداقل یه چیزی درست میکردم میخوردی. بفرمایید، با کسی کار داشتی؟ آره ما اومدیم یه بار دیگه اینجا رو ببینیم. بله. یه نگاه بندازیم به خونه ببینیم چطوره. ما خونه رو دادیم اجاره، ولی یادمون رفته به بنگاهی خبر بدیم. یعنی چی؟ یه ساعت قبل همون دیدین گفتین تشریف بیاری، به همین زودی؟ 15 دقیقه قبل خونه رو اجاره کردن. الان با همسرم رفتن قرارداد ببندن. خانم میدونی ما از کجا آمدیم؟ 1000 تا کیلومتر راه رفتیم تا اومدیم. شما هم حق داریم، ولی خب حالا اینجوری شده دیگه. خواهش میکنم ببخشین. روزتون بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر حنیفه. دنیز چطوره؟ به لطف شما خیلی خوبه. خاله عالی هم خیلی دوستش داره، ولی براش زحمت میشه، خستش میکنه. نه اصلا خسته نمیشه، دنیزو خیلی دوست داره. حنیفه ما برات یه خبرایی داریم. منتظر بودیم بیای تا بهت بگیم. آره الان داریم در مورد سند خونه تو کار میکنیم. شاید نتونی خونه تو پس بگیری، اما میتونی یه خونه جدید داشته باشی. چجوری؟ یه چیزی به ذهنمون رسید. میخوایم برای اینکه برای تو و دنیز یه خونه درست کنیم کمک‌های مردمی جمع کنیم. خیلی خوشحال شدم. چه فکر خوبی کردید. حتی میخوایم صندوق کمک‌های مردمی تو کل کشور را بندازیم. یعنی به درد میخوره؟ امتحان میکنیم ببینیم. کاری میکنیم مردم تو رو بشناسن، بعدش هم مطمئن باش مردم بعد شنیدن داستان تو کمکت میکنن. من خیلی ازتون ممنونم. هم من هم دنیز خیلی بهتون بدهکاریم. قرضای زیادی بهتون داریم. تو اصلا قرض نداری، شما خوب باشین کافیه. ولی اگه نیهات بفهمه چی؟ اگه جامونو پیدا کنه چی؟ مشکل اصلی هم همینه. خب اگه اینطوری با ترس به زندگی کردن ادامه بدی، دنیز آینده خوبی در انتظارش نیست. واسه همین میخوایم ازت محافظت کنیم، اما کارای نیهات هم بی جواب نمیذاریم. نظرت چیه؟
باشه، بهتون اعتماد دارم. بیرجیک، به نظرت من نامری هستم؟ یه نگاه به من بنداز. متوجه منظورت نشدم. یعنی کنار تو دارم راه میرم دیگه، نامری نیستم که. برای چی داری نگاه میکنی برادر من؟ نگاه نکن دیگه. زشته، چرا سر مردم داد میزنی؟ خب اونا هم نگاه نکنن بهت بیرجیک. باشه، دختر خوشگلی هستی، اندام خوبی داری، لباس باز میپوشی، ولی اینجوری نمیشه. بس کن خب به یزید دیگه، کافیه. اینجوری نمیشه. به نظرم بهتره ما یکم از هم فاصله بگیریم. بیرجیک، مغازه این طرفه، کجا داری میری؟ ببین اصلا به تو ربطی نداره، بدن خودمه، به خودم مربوطه. الانم هر جایی دلم بخواد میرم، فهمیدی؟ اوکن تا چند رفتم؟ معلوم هست چی کار داری میکنی؟ گفتی تو جبه ها مساوی بذار، دارم میشمرم. ول کن تو رو خدا، اینا رو بردار بذار دیگه. یکم هم اینجا، یکم هم بذار اینجا. ببخشید حواسم پرت شد. میشه دیگه. بعضی وقتا منم فکرم مشغوله چجوری برم انگلستان. میخوای بری انگلستان؟ تنهایی؟ آره، بورسیه گرفتم، میخوام برای دانشگاه برم اونجا. تنهایی میرم. تبریک میگم. ممنونم. بگذاریم وقتو تلف نکن، اینا رو ببند بذار دیگه. تا وقتی یاد بگیرم آروم پیش میره. پس یکم زودتر یاد بگیر. اوکان، کجایی؟ مادر همه جا رو دنبالت گشتم. اینجام دیگه مامان. را بیا فری. کجا؟ آی چقدر سوال میپرسی. بلند شو بریم دیگه. اون لباسا رو بابات خریده بود، هیچ کدومم بهت نمیومد. میخوام وسایل جدید برات بخرم از کارت بابات. بلند شو بریم دیگه پسر. خب پس اینا چی؟ پاشو مامان جان، پاشو. بیا عزیزم، فقط الان باید ببینی که مادرت چی میخواد برات بخره. لطیف میذاشتی منم کمکت میکردم. باشه شما حرف بزنی من انجامش میدم. برای من بشقاب نذاری یا؟ مگه الان ساعت صبحانه خوردن؟ من خیلی وقت صبحانه خوردم. با هم میخوریم. امروز کم دیر کرده. دختر تو با این مرد چی کار میکنی؟ به من بگو منم با فاتحه همون کارو بکنم. از وقتی ایدیل رفته همش همینجوریه، میخواد پیش من باشه، دیر میره سر کار، نمیدونم باید چی کار کنم. آهای خدا، مشکلشو ببین. برای من اصلا خونه نمیاد. یعنی چی؟ نمیدونم، شاید یه کارایی میکنه من نمیفهمم، نمیدونم. نکنه فاتح؟ نه بابا، همچین چیزی به ذهنمونم نمیرسه اصلا. خب پس چرا؟ نمیدونم، حتما به زودی معلوم میشه. صبر کن. بودایی بچه ها بیاین، سرد میشه. باشه. همه موردهای سختی در پیش داریم، مثل اژدهایی که تخمشو گم کرده به همه جا حمله میکنی. تو هم یه جوری شدی انگار خونه‌شو از دست داده. ادامه بده، اهمیت نده. آره بابا ولشون کن. سلام. سلام. و لوازمی از تجارت صادق در خدمت شما. خیلی لباس با ارزشیه، خیلی هم خوشگله، مگه نه ها؟ من قرار بود اینا رو بفروشم، بچه که اومد گفتم اینا رو بدم بهش، اون استفاده کنی. داداش صادق، ولی اینا برای بچه تونسن خوب نمیشه ها، من گفته باشم. من بچگی اینا رو میپوشم. یه دونه اسباب بازی از مامان بزرگ آفریقایی صادق. جالبه. من با اون بازی های زیادی کردم، خاطره دارم، کسافت نخند. ببینیم دیگه چیا داریم. خب این چیه؟ باحاله نه؟ این
خوب میشه. اسم چیه؟ و تو دیگه. و کتی که زنموش برای همسر خدا بیامرزش بافته. اینم جالبه ها، بد نیست ها، خوشبوشه. نه خیلی اینو برای من بافته. ای بی لیاقت. حالا خیلی باید دنبال ما بگردی، خیلی. ولی ببینم میتونی ما رو پیدا کنی یا نه. منو ببین کن. اگه اون بابای بی لیاقتت حرفی زد نباید باهاش حرف بزنی، جوابشو نمیدی یا؟ باشه مامان. باشه مامان. یکمون صدا در بیاد بلند بگو چشم مامان جان، با بابام هیچ حرفی نمیزنم، کاری ندارم باهاش. آها. باشه مامان، با بابام حرف نمیزنم. قربونت برم پسر عزیزم. ببین منو، اگه یه موقع پیامم داد جوابشو نمیدی یا بلاکش میکنی بره. مامان چی کار میکنی؟ تو بلاک نمیکنی، گفتم خودم این کارو انجام میدم. مامان بس کن دیگه. من میرم هتل، کارا نصف کار مونده، زشته. آره برو، تو هم برو، همتون برید منو تنها بذاری. حاضیران خوش اومدی دخترم. خوش اومدی حاضیران جان. نه من سیرم عمو لطیف. ببخشید بیخبر اومدم ولی یه وضعیت ضروری هست. خیر باشه، حالشون خوبه؟ خوبن ولی برای اینکه بهتر بشن به کمکتون نیاز داریم. آره خب. میدونید که مادر بچه پیدا شده. آره پیدا شد. چون دویگون خونه اونا رو گرفته، اونا بی خونه شدن. آهای خدا، ما کی قرار از دست این آدم خلاص بشیم؟ فعلا نمیتونیم خلاص بشیم، نمیتونیم. لطیف گفت یه عالمه خونه خریده. آره وضعیتمون سخته، اما ما برای حنیفه و بچه یه راهی پیدا کردیم. یعنی میخوام برای اونا کمک مردمی بگیرم. با کمکایی که جمع میشه میتونن یه زندگی جدید رو شروع کنن. اما برای اینکه بتونیم کمک بزرگی کنیم به کمک شما نیاز داریم، مخصوصا از شما. فکر خوبی کردید. ما هم با عنوان فرمانداری تو مکانهای مشخصی از جزیره صندوق میذاریم. قبلا هم این کارو کردیم. به خدا که خیلی فکر خوبیه. من و زینبم خونه ها رو میگردیم. زینب نمیتونه بره. چرا نمیتونم برم عزیزم؟ چرا؟ نیاز نیست که بگردید، همین که سر صندوق وایسید کافیه دیگه. آره خب، ولی اینجا کافی نیست، باید از ازمیرم کمک بگیریم. بله ما به اینم فکر کردیم، با بیرجیک حرف زدیم، قرار صفحه مجازی را بندازیم، حتی یه کانون حمایت از زنانم قرار ازمون حمایت کنه. عالیه، ما هم هر کاری از دستمون بیاد انجام میدیم. آره دخترم، اگه چیزی لازم بود به ما بگو. باشه خاله، قبوله. بله البته، ما هم کارو شروع میکنیم، تو نگران نباش، وقتی آماده شد بهت خبر میدیم. باشه عمولتی. حالا که شروع کردیم برای دانشگاه نهیرم یه کمکی بگیریم، حتی برای اجاره دادن خونمون هم یه کمکی میکنن. تو بازم میخوای مستاجر بیاری خونه؟ نه همینجوری فکر کردم، گفتم حمایت مالی میکنه، ولی بعد منصرف شدم. خاله چی شده؟ یعنی میدونستم نهیر قراره بره انگلستان ولی نمیدونستم به پول نیاز دارید، چرا نگفتی؟ نه دخترم، خیلی چیز مهمی نیسته. یعنی چی مهم نیست؟ دانشگاه بچه هست، من ازش حمایت میکنم. آره خب سلما، هممون حمایت میکنی. نه عزیزم، الان نیاز نیست، همینجوری گفتم. ای بابا خاله ببین، تو مشکلتون نمیگی، بعدش هم نهیر از شریکای هتله، میتونه با سهام خودش هر کاری میخواد بکنه دیگه. دخترم همچین چیزی که نمیشه، نهیر هتل رو ول میکنه، بعدش هم اگه من چیزی نیاز داشته باشم حتما میگم، نگران نباشی. آره حتما میگی. بده من داداش. با کسی کار داشتین؟ اومدم اتاق لازم داشتم، یه جا میخوام بمونم ولی معلومه گرونه. اگه واسه مسافرت اومدین تو جزیره جای زیادی واسه موندن نیست. وزده دراز میشه، جای جدید میسازن. من قبلا شما رو دیدم؟ نه نیدی، بعدشم به تو مربوط نیست داشت، به کارت بره. فقط زیادی این اطراف نچرخ، گم میشی. حاضیران نیومده؟ نه داداش هنوز نیومده.
حاضران، من اومدم هتل. همه بروشورا رو آماده کردم آوردم هتل. تو چی کار کردی؟ برای کارا اول اومدم پیش بیرجیک، بعدش رفتم پیش باشه مامان. عزیزم. من صندوقا رو آوردم هتل، یکی هم گذاشتم پیش داداش فاتح. وقتی اومدی حرف میزنیم. خب کاپتان پویراز، کجا باید دنبالش بگردیم؟ ببین، تو برو پیش بیرجیک، هم صندوق رو میبری هم در مورد صفحه مجازی حرف میزنی. صادق، تو هم برو کافه پیش ملیسا. واقعا نمیتونم عشق اونا رو تحمل کنم، ولی تو ادامه بده. من هرچی دور باشم به نفهمه، به خدا راز میگم. خسته نباشین. ممنون دادش. این سوزان نیست مگه ها؟ کو کجاست؟ حالا روزشو نگاه. اینو ببین. هی چه بینمک میخندی؟ این شهر بازی میخندی؟ خب چه خنده دار بود؟ نه خنده که بود، واقعا خنده دار بود. بلند شو بریم ببینم. یالا آماده شو. حزیران جون خیالت راحت. همونجوری که گفتی من همه چی رو آماده کردم. البته شیدا که استانبول بود ولی با اونم هماهنگ کردم. آره با اونم هماهنگ کردم. عالی میشه، تو اصلا نگران نباش. بسپارش به من. میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. من 3 عنوان درست کردم، یکی دست به دست هم برای دنیز، یکی هم برای این که بگیم هنوز امید داریم، یکی هم برای این که خانوما باید آزاد زندگی کنن. خوبه؟ باشه، عالیه. باشه عزیزم، با هم حرف میزنی. بابای. بفرمایید نوش جان. ممنونم. این چیه؟ صندوق کمک برای دنیز. پویراز گفته بود. بیا بذاریمش جلوی مغازه که همه ببینن. بگیرش، من حلش میکنم. بروشورم داریم. داداش فاتح چطوری؟ خوبی؟ سلام توپلی. داداش چی شد؟ برای کمک ما چیزی تو صندوق جمع شده برات یا نه؟ تازه آوردن گذاشتن، ایشالا بر میدارن. خیر باشه. تو هم حوصله نداری؟ چیزی شده؟ حوصله ندارم صادق. بابا گیر نده. فکر نکن زندگی برای بعضیا خیلی سخت‌تره. ببین، برای بچه و مادرش، برای اینکه خونه در بشن، پول جمع بشه، از این صندوق داریم همه کار میکنیم دیگه. گفتم که ایشالا جمع میشه. وا بده. ایشالله داداش. خیر باشه. این میز برای چیه؟ این میز واسه پسر یکی از دوستامه، واسه اینکه خرجشو در بیاره اینجور چیزا میفروشه. فهمیه. یعنی ربطی به شما نداره داداش؟ نه و خولی مگه. باشه بس میبینم داداش. خدا فدای تو صادق. میخواستم یه چیزی بهت بگم. داداش بمونه برای بعد. من دارم کمک جمع میکنم، باید برم کمک ها رو جمع کنم، بعدم با هم حرف میزنیم. خداحافظ. باشه با حنیفه نگاه کن. ببین منو به چه روزی انداختی؟ من حساب این کار ازت پس میگیرم. حنیفه تا کجا میخوای فرار کنی؟ فکر کردی نمیتونم پیدات کنم؟ بگو بینم دنیز کجاست؟ چیکار میکنی آقا؟ برو کنار. باید خرد نکن خانم کوچولو. برو کنار بینم. من تصویه حساب دارم. خانم کوچولو، من شریک این هتلما. شریکی که شریکی، منم شوهرم بابا، پدر دنیزم. تو داری امر منو غصب میکنی. متوجه هستی چیکار داری میکنی؟ زنی که اونا اموال تو نیستن آدم. خیلی کشش دادی حنیفه. الان زنگ میزنم به پلیس. زنگ بزن بهت میگم. تو که هنوزم داری حرف میزنی؟ جرأت داری تا قبل اینکه پلیس بیاد وایسا تا بقیه حدتو بهت بفهمونن. اینجا تموم نمیشه حنیفه. به حسابت میرسم. بله، متاسفانه داریم برای کودکان و خانمایی که مورد آزار قرار گرفتن کمک جمع میکنیم.
الان با دنیز کوچولو شروع کردیم. به کمک حمایت‌های شما به کودکان و خانم‌های بیشتری دست پیدا می‌کنیم. باید اول خودمون از این کمپانی حمایت کنیم تا صدامون به گوش مردم برسه. من میخوام کمک کنم. چی کار باید بکنم؟ اینجا پاکت داریم. تو اینا میتونید کمک‌های متنوعی رو بنویسید و بفرمایید. خدمت شما. بنویسید. بله نهیر. الو داداش پویراز، یه وضعیت اضطراری پیش اومده. شوهر حنیفه اومده بچه رو چی؟ به شما که آسیبی نزد؟ باشه من به پلیس خبر میدم. الانم میرم پیش بچه، پلیس رو در جریان میذارم. شما مواظب خودتون باشین. آی عزیزای دلم، حوصله‌ام سر رفته بود، گفتم بیام روی ماهتون رو ببینم. کار خوبی کردی. ازدواج کردین؟ اصلا هم کار خوبی نکردین. ولی ما خیلی خوشحالیم آبجی سوزان. حالا اولش میگن دوست دارم، مثل پروانه دورت میچرخن، ولی بعدش چیزی که خواستن و به دست آوردن فرار میکنن. برای ما اصلا اینطوری نیست. من خیلی دوستش دارم. جوجه رو آخر پاییز میشمارن. وقتی سیر شدی تو هم فرار میکنی. چی شده کو؟ شما کی هستین؟ آبجی حزیران شریکمونه، غریبه نیست. متوجه شدم. ما به کلانتری خبر دادیم. نگران نباشین، ما میگردیم پیداش میکنیم. تا اون موقع اینجا رو تحت نظر میگیریم. ممنون جناب پلیس. اون رفت، ولی میتونم که باز برمیگرده. حنیفه نگران نباش، نمیتونه نزدیک اینجا باشه. داش حسین خوش اومدی. کارا چطور پیش میره؟ ممنونم. منم میخوام یه کمک کوچیکی به دنیز بکنم. خدا ازت راضی باشه. بگی داداش دمت گرم، خیلی حال دادی. سلام داشت چطوری؟ فدایت. بگی بینم. چی کار میکنی؟ بابا چطوره؟ خوبه داداش باته. سلام برسون بابا تو از طرفم ببوس. باشه حتما. باشه خب بد نی. مادر بزرگ پسرم آروم، بچه خوابیده. کسی اینجا نیومده؟ کی قرار بود بیاد پسرم؟ منو نترسون. شوهر حنیفه اومده هتل که بچه رو بگیره. نه بابا، اذیتش کرده. نه وقتی نهیر به پلیس خبر داده فرار کرده. اگه بیاد اینجا ما چی کار کنیم پسرم؟ نگران نباش، پلیس میاد اینجا وای میسته. اما تو بازم مواظب باش. باشه پسرم، ولی تو هم مواظب باش. نگران نباش. پویراز زنگ زد، تو رو میبرم پیش خاله عالیه. بهتره پیش دنیز بمونی. باشه ازتون ممنونم. پس من آماده میشم. نهیر تو هم امروز برو خونه. نیازی نیست. نهیر تو هر کاری میگم بکن دیگه. ما اینجا رو کنترل میکنیم. پویراز هم میاد دیگه. هرچی باشه ما این کمک رو ادامه میدیم. اگه پا پس بکشیم کاری که اون میخواد و کردی. میفهمی؟ آبجی حزیران بذار منم یه کاری بکنم دیگه. نمیدونم شیرینی چیزی درست کنم، شاید بتونم یه کمکی به حنیفه بکنم. نمیخوام اینجوری بیکار بمونم. باشه عزیزم، فکر خوبیه. میتونی از آشپزخونه هتل استفاده کنی. باشه، ولی اگه میشه اتفاقات امروزو به مامانم نگو. نمیخوام به خاطر اینجور چیزام اعصابش خورد شه. مگه دیگه چی شده؟ بی خیال، الان نمیخوام اعصاب تو رو خورد. معلومه تو اعصابت خورد شده. یالو بگو دیگه. آره، ازدواج کردن ولی انگار خوشحال نیستن. به منم چیزی نمیگن ولی خوشحال به نظر نمیاد. نگران نباش، اونو یه راهی پیدا میکنم. ببین چی میخوام بگم. به خالم و داداش فاتح یه چیزی مثل کادوی عروسی بدیم، خوبه؟ مثلا تو هتل یه شب مهمونشون کنیم، خوبه؟ واقعا خیلی خوب میشه. منم یه شب بدون خور و پف میخوابم. ممنونم. ولی تو باید بگی، من نمیتونم قانعشون کنم. باشه من دیگه برم. صندوقا رو باید جمع کنم. تو هم آماده شو، شب میبینمت، مراقب باش.
yazan cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede hikâye. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim mütellik, yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Susar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. حنیفه تو برای مردم امید میشی. تو پیجی که برات باز شده مردم داستان خودشونم میگن. خیلی جالبه. اینا برای من نوشته شده؟ آره. ببین بیشتر از اینم هست. کمک به دنیزم ادامه داره. یعنی اگه اینطوری ادامه پیدا کنه میتونه برای آینده دنیزم بدون ترس قدم برداری. کمک بزرگی گرفتیم. فرمانداری هم قرار کمکمون کنه. بعدش هم زمینایی که دویگون گرفته رو یکی یکی میگیریم. یعنی هنوز کارمون تموم نشده. ممنونم. هرچی که صلاح همون بشه. دیگه شما هم از نزدیکای دنیز هستید. تو اصلاً به خونه فکر نکن. یه جوری حلش میکنی. الان موضوع مهمتری داریم. تو دنیزو باید از دست نیهات خلاص کنیم. چجوری؟ نیهات ممکنه به خاطر اینکه دنیزو گذاشتی هتل بچه‌تو ازت بگیره. یعنی کل جزیره اینو میدونن. میتونه ثابت کنه. من چی کار کردم؟ اگه دنیزو ازم بگیرن زنده نمیمونه. نه اصلا نیازی نیست که نگران باشی، چون ما نقشه خیلی خوبی داریم. اگه ثابت کنیم نیهات تو رو مورد خشونت قرار میداده، بچه رو بهش نمیدن. به همین دلیل نیهات باید مجازات بشه. برای همین باید برای آخرین بار ما نیهات رو در رو بشی. نمیترسی که حنیفه؟ میتونی؟ نمیترسم ولی نمیخوام بلایی سر شما بیاد. ما چیزیمون نمیشه، تعداد ما هم زیاده. اگه اینطوره خوبه. تو کمی استراحت کن، فردا روز طولانی داری. بالاخره تونستیم تنها بمونیم. تا وقتی ما بخوایم هیچ کس نمیتونه مانع ما بشه، حتی خانواده. باشه الان از خانوادت حرف نزن لطفاً. تصور کنیم رفتیم یه جایی. آها باشه، مثلا الان خونمونیم، خودمون دوتا. آلپر باشه وایسا. تو همیشه دلت میخواست بری ونیز نه؟ آره. تصور کنیم توی یه رستوران روی آب در ونیز هستیم. آلپر باشه، من هنوز به نقشه که پایراز کشیده فکر میکنم. باشه آلپر، دیگه حرف زدیم، فردا همه چی حل میشه. لطفا این لحظه رو خراب نکن. باشه تو یه جایی گفتی. نه من گفتم ونیز. چشماتو ببند. ببین ما حتی اگه ونیزم باشیم، من جز تو به هیچ کس دیگه ای نگاه نمی کنم. هر کسی که ما رو میبینه از عشقمون برای همه تعریف میکنه. تو مغازه بازه؟ اعتراف کن لطفاً، هیچی نشنویم. ادامه بده آلپر. شرمنده با شما مغازه بازه؟ مگه کوری نمیبینی مغازه بسته است؟ دعوا داره. بهتره بریم خونه مگه نه؟
با خانواده تلویزیون نگاه کنیم. باشه. حبجی رسیدیم، اتاق اونجا هست، شما برید داخل. شبتون بخیر، من رفتم، خدا نگهدار. چی؟ کجا میخوای بری این وقت شب صادق؟ حبجی گفتم تو خونه تعمیرات داره انجام میشه، استا هم منتظر من. چی داری واسه خودت میگی؟ این موقع شب اعصاب من خورد نکنه، من نمیتونم اینجا تنها بمونم، میترسم. حبجی بچه اندازه منه. اوف صادق اوف. حله بشین اینجا. اینم بکشم رود. الان بهتری؟ بهترم. منو ترسوندی. یکم حرف بزنیم. حرف بزنیم؟ ممکنه حالم خوب نشه. نمیدونم. اینم نمیدونم که بیماری مگه پیش بره حالم بدتر میشه یا نه، ولی تو مجبور نیستی این وضعیت رو تحمل کنی. زینب این چه حرفی میزنی؟ فکر کردی به خاطر مریضیت تو رو ترک میکنم؟ تو جای من بودی منو ترک میکردی؟ البته که نه. خب تو چرا این انتظار رو من داری ها؟ حق داری، ولی مجبور بودم بپرسم. دیگه نشنوم ها. عشقم کنارتم، همیشه کنارت خواهم بود. باشه؟ خب دیگه بخوابیم. خب کیک پختم، زود باش یه دونه بخور. میشه الان نخورم؟ دلم نمیخواد. به نظر من که خوبه، یه دونه امتحان کن. ببین واقعا خیلی زیبا به نظر میان، اما نخورم خیلی بهتره. چرا این همه کیک پختی؟ خب برای کارکنای هتل پختم. از طرفی هم میخواییم برای حنیفه پول جمع کنیم، میخواستیم که همه از این کیک بخورن. چقدر سوال پرسیدی، بیا یه دونه بخور دیگه. ببین من برات یه دونه برداشتم. زود باش از اینجا بخور. منم میخورم. خب چی میشه یه دونه بخوری؟ چند ساعته براش وقت گذاشتم. لطفاً باشه میخورمش. منم میخورم. خیلی خوشمزه شده. میشه گفت لذیذترین چیزیه که تو عمرم خوردم. جدی؟ دوست داشتی برات غذا هم میپزم. همشو بخور. تو هم بخور. باشه. زود باش همشو بخور تموم شه دیگه. لطفاً همشو. چی شد؟ شوخی میکنی دیگه نه؟ بارک بادو هوکن از هوش رفت. داداش صادقو صدا کن. چه خبره؟ بادو بارک داداش صادقو صدا کن دیگه. هوکن چشاتو باز کن. هوکن چی شده نگی؟ چی شده؟ داداش صادق من کاری نکردم، خودش یهو از هوش رفت. برو به مادرش زنگ بزن. ای خدای من بدبخت شدم به سوزان زنگ بزنم. تو هم بهش رسیدگی کن، نیاز بود بهش بوس زندگی هم بده. اوکان صدامو میشنوی؟ چشاتو باز کن. الو حبجی سریع بیا، اوکان هوش رفته متاسفانه. کجا از هوش رفته؟ تو لابی هوش رفته. من و نهیر و بورک بالا سرشیم، اوکان هم از هوش رفته. الان باید چیکار کنیم تو میدونی؟ بمیرم تو ساکشی آمبولانس.
انسولین هست، فوراً اینو بهش بزن صادق. آمپول انسولین؟ باشه تو کیفش آمپول انسولینه، یعنی بودو آمپول انسولین، بودو تو کیفش گذاشت انسولین. ای بابا کجا از آقا اینو؟ ها اینجا بیا اینجا برش کرده زود باش کمک بزن تو رو خدا زود باش یه کاری کن داداش صادق. صبر کن دارم میزنم دیگه. بزن دیگه بزن. چه سریع. دایی چی کار میکنی؟ صبح بخیر عزیزم. پسرم کجاست؟ پسر عزیزم قربونت برم. پسر خوشگلم چت شده خوبی؟ الهی من ببینم. خوبم. خوبی عزیزم. آره اینا چیه؟ ها؟ دارید مردمو مسموم میکنید؟ ازتون شکایت میکنم که دیگه شیرینی گذاشتن روی میز ممنوع بشه. حال همه تونو میگیرم. آی عزیزم حالت خوبه؟ بهتر شدی؟ آی طارق ببین به چه روزی افتادی. همه این بدبختی ها فقط به خاطر توه که ایشالله هر چه سریعتر خدا جواب تو میده. آی پسرم صادق تو هم دست کمی از طارق نداری، به اندازه اون مقصری. میدونی دیگه ما رو آواره کردی تو. خواهر جان اوکان حالش خوبه دیگه، همه چی رو برای نمیخواد بزرگش کنی، توفم پراکنده نکن. آی دختر شیطان میخواستی پسر منو بکشی؟ آره منو ببین. من اون موهای فرفری تو میگیرم دار دستم میچرخونم میگیرم خفت میکنم. منو ببین. نهیرم این دختری نیست، اشتباهی شده. زود باش تو برو تو اتاق تبجی. نهیرم همه شیرینی ها رو که هست جمع میکنه. خب اونجوری نگاه نکن دیگه، نگاه تو تغییر بده. نگاه تو باشه مامان بیا بریم. مهم نگاه تو. اونجوری نگاه نکن دیگه. خواهش داداش صادق مگه من چی کار کردم؟ تو کاری نکردی که اون همیشه زندگیش رو اتومات اینجوری. چی؟ بفرمایید. روز بخیر. میخری؟ آره میخرم. باشه بده مامونم. ای بابا. داداش صادق نه خیر باشه، میگم اینا کار جدیدته. نه مگه نیدی داداش فاتح شبا میفروشه؟ خب ببین. داداش فاتح؟ آره خب مگه چیه؟ این کار خیلی پول داره. من صبح میفروشم اون شبا که بین اون رقابت هم نشه. نه خوبه؟ یعنی مطمئنی اونو موقع فروختن دیدی؟ باید به دروغ بگم نهید. وقتی داشت میفروخت دیدم، منم فوراً شروع کردم فروختن دیگه. بابا چرا همچین کاری میکنه؟ چه میدونم، اومد پیشم من کار خواست، گارسونی و اینجور چیزا. میدونی برای خودش انجام میده یا یکی دیگه؟ تو ازش نپرسیدی؟ والا نمیدونم، یه چیزایی یا دهنش در رفت که به چند تا دانش آموز کمک میکنم. من نمیدونم چی گفت، اصلا نفهمیدم. داره به کسایی کمک میکنه. چیزی نیست بابا، حساس نشو، ناراحت نباش. به منم خبر بدیم باشه نگران نباش. عزیز دل ماما بده همه چی بخاطر توه. شما نگران نباش، من حلش میکنم. باش بریم عزیز. بریم. باشه بیا عزیزم، قربونت برم. آی anne böyle yap, hadi gidelim. داداش فاتح خوش اومدی نهیر. خوش باشی. چطوری؟ خوبم، ولی اگه هنو عصبانی ازت عذرخواهی میکنم. خیلی حق داری، خیلی داریم زیاده روی میکنیم جونت. آره میدونم. نه من دیگه عصبانی نیستم، ولی تو شبا هم کار میکنی ها؟
نه فقط محض رضای خدا به یکی از دوستان کمک میکنم. نه جون من خودم فهمیدم نیازی نیست خجالت بکشی، چیزی برای خجالت کشیدن نیست. من میدونم داری به خاطر من این کارو میکنی. خیلی ممنونم. فدای تو عزیزم، ما یه خانواده ایم. ولی مادرم نشنوه بهتره، درست نمیگم؟ آره اینطوری بهتره، حواست باشه. پس یه شرط دارم، امشب کار نمی کنی. چرا؟ چی میشه کار کنم ها؟ چیزی نمیشه، ولی من یه سورپرایز براتون آماده کرده بودم. ازت میخوام که به مامانم بگی اون سورپرایز فکر تو بوده. سورپرایز چی؟ خب یه ماه عسله یه شبه تو هتل ما باشه. حالا میری به مامانم بگی این فکر تو بوده یا نه؟ باشه. به قول شاعر که میگه بیا بغلم مهر به دلم نشست. بیا عزیزم بیا بغلم. میدونستی فدایی داری؟ آره حنیفه خوبی؟ خوبه. حنیفه این نقشه خیلی مهمه. میخوای یه بار دیگه مرور کنیم تا واسط جا بیفته؟ من حفظ کردم. بدون تغییر راه هم میرم بازار و از اونجا هم تا پارک بدون وقفه راه میرم. ببین امنیت خودت خیلی مهمه. تا جلوی در هتل بوراک با تو میاد، اما بعدش تنها میری. نگران نباش، ما از پشت رو تعقیبت میکنیم. بعد وقتی رسیدیم پارک منتظر تو میمونیم، اما نیهات باید تا اونجا تو رو تعقیب کنه. باشه فهمیدم. باشه پس اگه همه حاضرن شروع کنیم. خوش اومدی فاتح. فدای تو عزیزم. چطوری عشقم؟ ممنونم. خوبم. تو هم خوب به نظر میرسی. فدات خوبم. مگه میشه پیش تو باشم و خوب نباشم؟ ببین میدونی که نرفتیم ماه عسل و من تو هتل نهرینا واسه امشب یه جا رزرو کردم که شب رویایی یا بگذرونیم. باشه. مگه میشه تو بخوای و من نه بگم؟ سلما جونمی. عشقی به خدا. یک دو سه امتحان میکنیم. کسی صدای منو میشنوه؟ بگوشم چیزی شده؟ برو عقب. میچو باشه فهمیدم. چرا به من میگین میچو؟ اصلا نمیفهم حالا که اینجوری شد. الان وقت بحث کردن نیست. همه سر جاشون بمونن، عملیات نجات دنیز شروع میشه. مرکز صدای منو داری مرکز؟ دارم سوژه رو میبینم مرکز. صدای منو شنیدید مرکز؟ دارم وارد عمل میشم. دوباره میگم دارم وارد عمل میشم. حنیفه اینجا چی کار میکنی؟ چه خبرها؟ نمیگی داری کجا میری؟ با این کوچولو رو ببین. یکم آروم رو برو دختر. ها بیا آروم تابلو بازی در نیار باشه. خیلی خوب دیده میشی ها. منم بد نیستم، پیر نمیشم به خدا. صدا نیست. آخرین بار گورکم حرف زد. نگران نباش، تا وقتی تنها نیست به حنیفه نمیتونه نزدیک بشه. اگه بلایی سرش بیاد چی پویراز؟ نمیاد. همچنان تو موقعیتم. همه به گوش باشید دوستان.
تعقیبش میکنم، همه به گوش باشن. سوژه داره تندتر راه میره، همه به گوش باشن. حواستون باشه. خیر باشه. داداش فاتح، باید یه کاری کنی همه چی رو خراب نکنیم. حواست جمع کن بابا. شرمنده داداش. سرعت سوژه بیشتر شد. تمام. بیرجیک مواظب باش. فهمیدم فرمانده. ببخشید آقا، یه سوالی ازتون داشتم. میشه نظرتون رو درباره خشونت علیه زنان بگین؟ الف مخالفم، به کاملا مخالفم. بعضی بمونه واسه وقت دیگه. انتخاب دیگه ای هم نداشتی. همه چی مرتبه، هیچ مشکلی نیست. صادق وقت رفتنی. صادق وارد عمل شو، زود باش. صادق صدای منو نمیشنوی؟ صادق اون نمیفهمه که صادق. زود باش اونجا رو ترک کن. زود باش، زود باش دیگه. با تو هم زنی که فکری میتونی از دستم فرار کنی؟ چی تو سرت داره ها؟ از اینجا برو، ولم کن. این جسارت رو کجا میاری؟ پشتت به کی گرمه؟ از جونت سیر شدی؟ دنیز دختر منه. برش کن بیدم. دنیز دختر منه، بهش دست نزن. بهت گفتم بهش دست نزن، فهمیدی؟ ببین خیلی برات بد میشه. چی میشه؟ کتکم میزنی؟ منو تو خونه زندانی میکنی؟ دیگه نمیتونی هیچ بلایی سر من بیاری. ببین قسم میخورم با همین چاقو تیکت میکنم. زورت فقط به اون میرسه. آره ورم کن بهت میگم. اویراز جون، اگه نمیخوای دماغشو خورد کنی قطع کنم. همه چیو گرفتی؟ بله گرفتم. اینجا چه خبره؟ ببینم وقتی این فیلم رو دادم به پلیس چی کار میکنی؟ نمیتونی هیچ غلطی بکنی. حالا میبینیم، نگران نباش. ورم کن. اول معذرت خواهی کن. اون زنه منه، دلم بخواد میزنمش. خفه شو مرتی که. معذرت خواهی کن. ولش کن، میسپارمش به خدا. نباید بی خیال بشی حنیفه، نباید اینو ببخشی. معذرت خواهی کن. باشه معذرت میخوام. ولم کن. گفتم معذرت میخوام. ولم کن. نگران نباش، ولت میکنم. پاشو بریم پیش پلیس. را بیافت. خوبه. آفرین بهت، ذهنت خوب کار میکنه. ریاضی برای من خیلی آسونه، ولی چیزایی که برای تو آسونه برای من خیلی سخته. مثلا چی؟ یعنی اینکه تو میتونی حرفاتو جسورانه بگی. به منم گفتی اشکالی نداره با آدم‌ها تفاهم نداشته باشی، ولی من اینطوری نیستم. آره خب من اینجوری هم دیگه، همیشه حرفمو میزنم. خیلی آدم راحتیم، ولی اگه کس دیگه ای جای تو بود حسابشو رسیده بودم. وقتی رفتی انگلیس هم میتونیم همدیگر رو ببینیم؟ خب چطوری؟ تماس تصویری و اینا دیگه.
باشه، یعنی منم دوست دارم که تو رو ببینم. دوست دارم ببینم. قبوله. عالیه. محشر. تو جزیره رو گشتی؟ یکم. ولی با من که نگشتی. باشه پس پاشو زود بریم. صبر کن انیشتین، بشین اینا رو تموم کنیم بعد ببینیم چی میشه. باشه پس زود باش. کار خوبی کردی. کمک کردن به حنیفه و دنیز ادامه داره. راستی یه انجمن زنان از ازمیر با همون تماس گرفت. میخوایم تو جزیره انجمن حمایت از زنان تشکیل بدیم. خیلی خوبه. فکر نمی کردم اینقدر تاثیرگذار باشه، اما فکر کنم آدمای زیادی به کمک ما نیاز دارن. خیرای زیادی هم آماده کمک هستن. خبری در مورد کارای دویگون هست یا نه؟ آره در اون مورد بررسی کردیم. دویگون 3% از زمینای جزیره ما رو خریده که این رقم هم زیاده. خب گرچه فعلا بیشتر مسکنا خالی نشده. وقتی قرارداد تموم بشه اونا رو از خونه بیرون میندازن. خانواده های زیادی بی خونه میمونن، حتی شاید مجبور به ترک جزیره هم بشن. میدونی این زیاد جالب نیست. ما باید چی کار کنیم داداش لطیف؟ بیکار بشینیم تا اونا بیان خونه های مردم رو بگیرن؟ قبلا مانع فروش یه سری از خونه ها شده بودم، اما فکر کنم الان مشکل جدی تری داریم. فروش قانونیه. گرچه که خیلی از شکایت کردم، نمیدونم به درد میخوره یا نه، ولی شاید بتونیم به شکایت همگانی بکنیم. همش تقصیر منه. حاضران میدونم میگی اونطوری فکر نکنم، اما دست خودم نیست. خب من دویگونه آوردم جزیره و براش کار کردم. اصلا نمیتونم فراموشش کنم. عزیزم نیازی نیست انقدر خودتو اذیت کنی. ما هر کاری بتونیم واسه حنیفه و دنیز انجام میدیم، بعدش هم به بقیه کمک میکنیم. حق با پایرزه. اگه دوست دارید کمک کنید باید قوی و صبور باشید. راستی شماره یه وکیل تو ازمیر رو بهتون میدم، زنگ بزنید باش حرف بزنید. فکر کنم بتونه کمکتون کنه. ممنون داداش لطیف. فکر کنم تموم شد. اصلا باورم نمیشه دیگه یه روز آروم پیش رو داریم. پویراز یه روز آروم؟ اون همه آدم دعوت کردیم هتل فراموش کردی؟ غریبه نیستن دیگه، خودشون یه کاریش میکنن. میشه امروز یه هدیه به خودمون بدی؟ میشه؟ دوست داری چی کار کنی؟ همینجوری موندن. بیا یه سلفی بگیریم. حتما. خوب شد. بیا جلوی این دره هم بگیریم. باشه بیا. این خیلی خوشگل شد. میفرستم برای نهیر. خب چیکار کنیم؟ شام خوردیم، کل جزیره رو هم گشتیم. دیگه بریم هتل. خیلی خسته شدم. بازم برگردیم فاطمه. نه عشقم، منم همونو میگم دیگه. بریم هتل، بریم اتاقمون. باشه بزن بریم. مرغایش چی کار میکنم؟ فدات با جناق. همه واسه ماحصل میان جزیره، ما هم گفتیم واسه ماحصل تو همین جزیره بمونیم دیگه. داریم میریم هتل. جونتو. زینب تو حالت خوبه؟ چیزی شده؟ به خاطر مریضی؟ نه من حالم خوبه، فقط یکم معدم درد میکنه، ولی هوای تازه حالمو بهتر میکنه. مواظب باش خواهر زن. ما داریم میگردیم دیگه. شب خیر. فداتون، خوش بگذره با جناب. خداحافظ. عشقم انگار حال زینب زیاد خوب نبود. کسی اینجا نیست؟ سب کن نوشته که فشارش ندین. چی کار کنیم؟ همینجوری صبر کنیم؟ آخه اینجا کسی هم نیست. اینا از کار فرار میکنن، بعدم میگن که مشتری نداریم. بی خیال فشار میده. چه خبره؟ چی شده فاتح؟ روش نوشتیم فشار ندهید، درسته؟ ببین به ترکی نوشتیم ها. نگاه کن، ترکی نوشتیم. خوندن بلد نیستیم مثل این که. نه ای بابا. خوندم جیگر، ولی خب کسی نبود.
منم فشار دادم. در ضمن اینجوری از شوهر خواهرت استقبال میکنی خوشتیپ؟ مثلا اومدی معسل، تو باز دم در وایسی با گل ازمون استقبال کنی. این چه وضعشه؟ این کارو نکن باباش. خب اشتب شد، باز چی خودتو آشولاش میکنی؟ بچه بیدار شد. آخه چه عجله‌ای داری تو؟ سلما همیشه هست، مگه فرار میکنه؟ واقعا که گرکم، واقعا که. براک پسرم قرار امشب تو هتل بمونیم، ما اتاق رزرو کردیم، میشه اتاقمونو نشونمون بدی؟ باشه، من بهتون کمک میکنم خانم. بیا بریم، بیا زود باش. آقایون خانوما، من الان میرم میخوابم. میخوام یه خواب راحت داشته باشم، یعنی میگم هیچ صدایی ازتون در نیاد. فهمیدی؟ این وظیفه توه. چاقالو با شما، اینجا رو به تو میسپارم، حواست باشه وگرنه بلایی بدی سرتون میارم. باشه چاو. این همه اشوریخ آخرشم نفهمیدیم چی گفت. اومدیم معسل خیلی سرمون. اشکال نداره، بفرمایید. آره جیگر. شبتون بخیر. بکش کنار تو پلی. الو آلپر، کجایی؟ اومدم شم بخرم. شمایی که میخواستی و خریدم. این چیزاییو که خواستی و نمیتونم پیدا کنم. اگه نتونستی ولش کن، زود بیا. پیدا میکنم. ببینم تو چرا اینقدر عجله داری ها؟ من یه سورپرایز برات دارم. تا یه ساعت دیگه اینجا باش. چه سورپرایزی ها؟ بگو ببینم. مگه سورپرایزو میگم. تو زود بیا. باشه قرار بود یه چند جای دیگه سر بزنم، ولی حالا که اینجوری میگی زود میام خونه. منتظرتم. کلید اتاقمو بده. خوش اومدی اوکان جون، چطوری؟ مامان زود خوابیدی؟ یا خدا، فکر کنم اشتباه اومدم. نصف جون شدم ها. دیدی چی به سرمون اومد؟ کم مونده بود پسرمو به خاطر شما از دست بدم. اینجوری که نمیشه، یکم مراقب حرکاتتون باشین. این چه وضعشه؟ اگه دیگه توریست نیومد اینجا از دست من ناراحت نشینا. حق دارید. البته که حق داریم، همیشه حق با منه، مخصوصا در مقابل آدمایی مثل تو همیشه حق با منه. من هیزم تری به شما فروختم. تو هم مردی، معلومه که یا کجا چی کار میکنی. من هر بلایی تو این زندگی سرم اومده به خاطر این مرداست. برای همین پسرمو خیلی حساس بزرگ میکنم که فردا روزی شبیه شما نشه. حالا پسرم کجاست؟ رفت اتاقش؟ رفت اتاقش. عزیزم به استراحت نیاز داری. ای بابا، چه خبر اینجا؟ اوف. صادق ببند دهنتو. بچه خوابیده صادق. بمیر، انقدر حرف نزن. ای خدا چقدر حرف میزنی. اینجا یه بطری ها پیدا نمیشه، لب و دهنم خوش شد بابا. ببینید یه لحظه من برم و بیام لطفا. باشه برو، منم دارم میرم به پسرم یه سری بزنم که یه وقت بلایی سرش نیاد. میدونی که من خیلی حساسم. فاتح. سلما، کیفمو پایین جا گذاشتم. باشه، من تو خونمون منتظرتم عزیزم. از این حرفا نزن، حالا یکی میشنوه. الان میام. زود بیا. الان میام. فدات.
خوابی یا بیدار؟ آخه پسرم خسته شده خوابیده. آکان عزیزم بیا این همه زحمت بکش، پسر بزرگ کن، بعدش دختر مردم میاد با یه مشت شیرینی اون از چنگت در میاره. پسر خوشگلم خوب بخوابی. عزیزم قربونت برم. خوب بخوابی عزیزم. براک پسرم، من کیفم ما اینجا جا گذاشتم. آره اینجا بود، میخواستم بیارم ولی خواهر داداش صادق منو به حرف گرفت، ببخشید. فکر کنم خیلی حرف زدن دوست داره. اوه خیلی شبت بخیر، میبینم. شب بخیر. شب بخیر. خداحافظ. عشقم یا خدا داداش فاتحه، تو اینجا چی کار میکنی؟ ملیسا تو اینجا چی کار میکنی ها؟ یعنی این کلید ماست؟ اینجا اتاق ماست، کلیدش دست شما چی کار میکنه؟ شما؟ مگه میشه؟ براک این کلیدو داد، حالت خوبه؟ چی کار میکنی ها؟ حواست کجاست؟ حالت خوبه؟ ملیسا بدبخت فاتح دارین چی کار میکنین؟ میدونی خاک تو سر این براک این کلیدا رو اشتباه داده. ملیسا هم داشت میرفت. برو دیگه. کلیدا رو اشتباهی دادن؟ مگه کلید از براک نگرفتی؟ یعنی ما نیومدیم تو اتاق خودمون؟ من نفهمیدم. من به این براک احمق اعتماد کردم، واسه همین اتاقا قاطی شدن، همه چی به هم ریخته. آره یک کیلو تخمه رو چیکار کنیم آخه؟ ای بابا غیبت کنیم؟ وای چه حالی بده. چه سرمایی خورده، ببین چه جوری پیچیده به خودش. خوب بخواب مامان جان، خوب بخوابی پسرم، آروم باش پسر خوشگلم، بخواب. دیگه چی؟ نکنه اینجا مال توه؟ نه من دارم دنبال مادرم میگردم، ندیدیش؟ مادرت؟ فکر کنم اتاقا اشتباه شدن. اتاق من کجاست آخه؟ من رفتم توی اون اتاق، یکی دیگه خوابیده بودش. کلیدم در این اتاق باز کرد. باشه همه اتاقا رو قاطی کردن. تو اول کدوم اتاق بودی؟ 101. میگه به براک اعتماد کردم. من فکر کنم که اشتباهی اومدم، ببخشید، معذرت میخوام. بفرما دیدی اونم اتاق اشتباه اومده. خب باشه. اینجا چه خبره؟ سورپرایزی که میگفتی این بود؟ نه سوء تفاهم شده، بذار توضیح بدم. آره توضیح بده. توضیح چیه اینو میخوای توضیح بدی ها؟ بچه رو میترسونی آلپر. بچه؟ این کجاش بچه است؟ این که ریش و سیبیلش هم در اومده؟ داشتم دنبال مامانم میگشتم. مادرت کیه ها؟ اتاق قاطی شده، یکی دیگه تو اتاق ما بود، کلیدم در این اتاق باز کردش. ببن فکتو. بیا بریم فاتح، بیا. اصلا نمیشه جون تو، من خونه نمیرم، به نهیر قول دادم. آره یعنی چی که به نهیر قول دادی ها؟ نهیر امشب و برنامه ریزی کرده. آره تو که گفتی من برنامه امشب و ریختم، میشه بگی دیگه چه دروغایی بهم گفتی؟ زود باش. من کی به تو دروغ گفتم سلما؟ گفتی دیگه فاتح، گفتی یه شب برای ما هست تو هتل برنامه ریزی کردم که تنها باشیم، نگفتی؟ نهیر میخواست سورپرایز کنه، منم تهدید کرد، چیکار کنم خب؟ این یه کابوسه.
کابوس. یه چیزی تو اتاقمه. تو از کجا پیدا شدی؟ کمک کنی. خانوم تو در از کی هستی؟ من تو تخت خودمم. اینجا تخت پسر من عوضی. تو از کجا پیدا شدی ها؟ عوضی؟ تو اصلا در مورد من چی فکر کردی؟ عجیبه. تازه از پشت بهم چسبیده بودی داشتی نوازشم میکردی. خدا چه غلطه. من پشت تو رو میخوام چیکار بی حیا؟ همین الان از اینجا میری بیرون وگرنه کمک میخوام و همه رو میکشونم اینجا. صادق به دادم بره. صادق باشه صدا نکن. لباس سرمه بابا. ای بابا به خدا گیره کی افتادی ما. صادقم نکن. در ضمن اون نمیاد الان خوابه. داره خواب غذا میبینه. به خاطر تو نمیاد به خاطر من میاد. بله میخوای بهش بگم؟ هر موقع بگم میاد فقط به خاطر من. بله زنگ بزن. زود باش زنگ بزن. خیلی حالم خوب شد. اما یکم عجیب بود. چی عجیبه؟ اینکه حتی وقتی کنارمی دارم به تو فکر میکنم. تو بهترین فکر منی. هر وقت میخوام از یه چیزی فرار کنم یهو میبینم دارم به تو فکر میکنم. چرا میخندی؟ عجیب بود نه؟ نه عجیب نیست. برعکس منم به تو، یعنی به سوالی که ازم پرسیده بودی به اون فکر میکردم. کدوم سوال؟ یادته یه بار ازم پرسیده بودی که آشنا نشده بودیم چی میشد؟ تو هم گفتی من بازم عاشق تو میشدم. باشه میشدم، اما این بار میخواستم روزایی که جدا موندیمون جبران کنم. یا دلم میخواست تمام چیزای بدیو که تجربه کردم از خاطراتمون حذفش کنم. من نمیخواستم چیزایی که تجربه کردیم عوض بشه پویراز، چون اون موقع اون پویرازی که روز اول دیدم این حرفا رو به هم نمیزد. منم به حرف اون گوش نمیکردم. امتحان کنی؟ سلام. سلام. فکر کنم اهل جزیره هستین. اینجا به دنیا اومدین، اینجا بزرگ شدین و یه زندگی آروم دارید، درسته؟ ولی حد زدن اینا آسون نیست. دوست دارید در مورد آینده بهتون بگم؟ شما یه سری قوانین دارید که میگید هیچ وقت عوض نمیشن، اما از همین الان که با من آشنا شدید کاری توی زندگی میکنید که میگفتید اصلا غیر ممکن بود. شما مثل دیوونا عاشق من میشید و منم عاشق شما. دیدی اگه موقع آشنایی این حرفا رو بهت زده بودم مثل الان میخندیدی. خیلی جالبه. نظرت چیه از خیلی قبل‌تر شروع کنیم؟ یادته تو کسی بودی که به هم گفتی من نمیتونم تو شهر کوچیک زندگی کنم، اما الان کسی شدی که فقط به دریا نگاه میکنه و یه زندگی آرومی داره. دلیل این خستگی منم. اینا خستگی نیست پویراز. من همه بلاهایی که ما رو به این رسوند و قبول کردم، چون همه اینا به خاطر عشق بود.
چه خبره؟ به خدا دیگه اعصابمو ریختی به هم. بس دیگه به من چه؟ تو اتاق اشتباهی اومدی؟ آخه نگاه کن چه دیگه اعصابم ریخته به هم. ای بابا بس جیغ نکن. ای بابا الان بهشون میگم تکلیفمو باید روشن میکنم. چی فکر کردی؟ بله چه خبره پشت من؟ این سر و صدا واسه چیه؟ خدا این هتل دیگه هتل نیست. از صبح اصلا هیچی نخوابیدم. بچه نگه داشتم. بعدش خواستیم 2 دقیقه بخوابیم دیدیم چی پشت سرمون در اومد. من از این شکایت دارم. در واقع من از این شکایت دارم. ازش شکایت میکنم همه شما هارم شاهد میگیرم. کسی از کسی شکایت نمیکنه. میشه بگین چه خبره؟ پویراز جون پسر من الان نیست. عزیزم تو کجا بودی مادر؟ این بی‌حیا رو تخت پسر من خوابیده بود. داشتم دنبال مامانم میگشتم. کلیدم در این اتاق باز کردش. همون موقع داداش فاتح اومد اتاق منم گفتم شاید اشتباه شده رفتم یه اتاق دیگه. باشه خب لابد کلیدا اشتباه شدن دیگه. همه برن تو اتاقشون بخوابن دیگه. هممون خیلی خسته شدیم. برید دیگه زود باشین. براک. بله داداش. پسر جون کلیدا رو درست بده که اتاقاشون با هم اشتباه نشه. باشه همین الان حلش میکنم. داداش پایراز آبجی حاضران. بچه نیست. دنیز نیست. چی؟ Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerin mütellik. Yan yatar kelimeler cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.